پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صبح 18 سپتامبر سال 2023 برای اشتراک در یک اجلاسیه 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و وخوری سران دولت‌های آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا به شهر نیویورک آمریکا سفر کرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت خبر داد که در این سفر امامعلی رحمان را وزیران کارهای خارجی و تندرستی، یاردمچی پرزیدنت اوید و مسائل رابطه‌های خارجی و دیگر شخصان رسمی همراهی میکنند. رهبران کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز رهایی نیویورک میشوند و اساساً برای ملاقات نخستین رهبران منطقه با پرزیدنت آمریکا جو بایدن. معمولاً آنها در اجلاس‌های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل اشتراک نمیکردند و برای مثال از نام تاجیکستان چند سال باز در این جلسه ها وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین موردین اشتراک و سخنرانی میکند. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف باشد سال 2022 به مجمع عمومی دخترش را فرستاد و از نام ازبکستان سعیده میرزیویف آنجا سخنرانی کرد. ولی این بار در حاشیه اجلاس 78 مجمع عمومی در نیویورک نخستین نشست سران آسیای مرکزی و آمریکا دایر می شود. چارچوب 5+1 برای تحکیم روابط آمریکا با آسیای مرکزی هنوز سال 2015 تشکیل شد، ولی تا کنون نشست‌های آن در سطح وزیران خارجه این منطقه و کاتب دولتی آمریکا برگزار می شد. امسال باشد به همه 5 پرزیدنت آسیای مرکزی از نام جو بایدن دعوتنامه فرستادند. چنین به نظر می رسد که وضع ژئوپلیتیکی تغییر یافته در منطقه و اطراف آن، از جمله جنگ روسیه با اوکراین و کوشش‌های روسیه برای از جمله توسط کشورهای آسیای مرکزی پشت پا زدن تحریمات به ضدش جاری شده، به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و گسترش حضور چین در این قلمرو واشنگتن را وادار کرده است که جویای تماس‌های بازم نزدیکتر و مستقیم در سطح رهبران اول کشورهای آسیای مرکزی شود. نخستین ملاقات پرزیدنت آمریکا جو بایدن با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در حاشیه اجلاسیه 78 مجمع عمومی در نیویورک از 19 تا 20 سپتامبر سال 2023 دایر می شود. مسکو که آسیای مرکزی را یک منطقه نفوذ سنتی و تاریخی خود و حتی طبق یک تعبیر در بین سیاستشناسان روس معروف زیر شکم روسیه می شمارد، عصبانیتش از کوشش‌های آمریکا برای برگزاری نشست مستقیم با سران این منطقه و ایجاد روابط مستقیم با پرزیدنت‌های آسیای مرکزی را پنهان نمی‌کند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف با اشاره به این نشست اصرار داشت که کشورهای نودوست به شریکان مسکو فشار آورده ایستادند. اگر روی راست بگوییم سخن درباره کوشش‌های با تهدید و شانتاژ وارد کردن متحدان ما به دست کشیدن از همکاری‌های مشروع با روسیه است. ما به اینکه در شرایط فشار بیرونه شریکان ما مجبورند از احتیاط کار بگیرند حسن تفاهم نشان میدیم. البته از طرف ما نیز اقدامات جوابی اندیشیده خواهد شد، گفت لاوروف. البته در روسیه فشنگ‌های برای تاثیر به حاکمان آسیای مرکزی هنوز باقی مانده است که یک فشنگ از هم قویش میلیون‌ها مهاجر کاری از این منطقه است که هر سال با طلب کار خود را به بازار کاری روسیه میزنند. ولی در عموم مسکو با این جنگ بی‌معنیش به ضد اوکراین خود را در یک حالت بنبست ژئوپلیتیکی انداخته است که برای فشار آوردن به شریکان سنتیش دیگر قوه کافی ندارد و این شریکان هم تا رفت از مسکو خود را دورتر گرفته تلاش دارند تا از این حالت ژئوپلیتیکی به وجود آمده سود اکثر را برآورند.